حس گشادی واژن رو مخصوصا حین سکس به خانم‌ها میده. یه چیزی که هست میخوام خدمتتون بگیم اینه که خیلی از خانم‌ها بعد از زایمانشون فکر میکنن کل ورودی واژنشون دچار شلی شده، ولی تو معاینه ما میبینیم که فقط ناحیه ترمیم موقع زایمانشون دچار باز شدگیه و ابتدای ورودی واژن هستش که چون باز هست این حس گشادی واژن رو مخصوصا حین سکس به خانم‌ها میده، در حالی که اصلا نیاز نیست کل واژن تنگ بشه و فقط 3 تا 4 سانتی متر ورودی واژن اگر جراحی بشه و اون فرم اولیه رو به دست بیاره کل مشکل از بین میره. مخصوصا تو سن پایین ترجیح میدیم که اصلا جراحی APR یا تنگی کل واژن رو تا حد ممکن، مخصوصا هم زمانی که زیاد بیمار دچار گشادی نیست، انجام ندیم، چون به مرور زمان این حالت ایجاد میشه و برای عملهای بعدی کارشون سخت‌تر میشه. همون ابتدای واژن رو تنگ میکنیم یا همون عمل پیرورافی رو تا حد ممکن براشون انجام میدیم و مطمئنا مشکلشون برطرف میشه.